خداوند میدونست و میدونه که من و تو که بنده هاش هستیم گاهی اشتباه میکنیم، گاهی ناخواسته گناهی انجام میدیم و به خاطر همین توی تمام کتاب‌های مقدس فرموده که بنده گناهکار من از رگ گردن به تو نزدیکترم. برگرد، من تو آغوشت میکشم، من تو آغوش رحمتم، من با فضلم، من با کرمم، من با عطوفتم تو رو پاک میکنم. تو فقط برگرد و توبه کن. برگرد و باور کن که من هیچ وقت تو رو رها نکردم و هیچ وقت تو رو رها نمی کنم. بچه‌ها باور کنید که منم مثل شما بارها و بارها تو زندگیم شده که خداوند رو فراموش کردم و وقتی فراموش کردم اگر خدا هم مثل من بود قاعده بر این بود که زندگیم کلاً از بین میرفت و زندگیم کلاً باید نابود میشد. اما دقیقاً توی همون سختی ها و بدبختی ها معجزه هایی رو دیدم که نمیتونم بپذیرم و نمیتونم باور کنم که خداوند انسانهای گناهکارش رو فراموش میکنه. من هم به عنوان یه آدم گناههایی رو تو زندگیم انجام دادم، خطاهایی رو تو زندگیم انجام دادم. کیه که ادعا کنه که گناهی تو زندگیش انجام نداده، خطایی رو تو زندگیش انجام نداده؟ خدا گناههای ما رو میپوشونه. خدا ما رو رها نمیکنه، خدا تو رو رها نمیکنه. کافیه باور کنی، کافیه توبه کنی، کافیه اجازه بدی که اون با رحمتش، با عشقش، با فضلش تو رو تو آغوشش بکشه. کافیه بپذیری که هر چی که هستی، هر کاری که کردی، تو یک بنده خدایی، تو یک آفریده خدایی، تو یک مخلوق زیبای خدایی و شایستگی داشتن بهترین ها رو داری. آره داری. برگرد، توبه کن، به آغوش رحمتش بسپر خودتو، بهش ایمان بیار و اجازه بده که با دستای قدرتمندش، با علم و دانشش، با فضلش، با رحمتش، با کرمش، با عطوفتش زندگی تو رنگین کمان عشق بکنه. به خدا میکنه، به خدا میکنه. کارهایی رو میکنه که از نظر دیگران نشدنیه، حتی از نظر خودت نشدنیه. اما این معجزه ها رو اگر به اون بسپاری برات انجام میده. به خدا امروز من وقتی به زندگیم نگاه میکنم، هر گوشش رو نگاه میکنم، توی خونه ای که زندگی میکنم، بچه هایی که دارم، خانواده ای که دارم، آدم هایی که تو زندگیم هستن، شغلی که دارم، درآمدی که دارم، همش معجزه است. همش رحمت اونه، همش فضل اونه. اگه من به خودم بودم، اگه میخواستم من خودم فقط به خواست خودم، با قدمهای خودم، با طرز فکر و نگاه خودم به دست بیارم، امروز هیچ کدوم اون چیزایی رو که داشتم و نداشتم. آره عزیزم، آره خواهر گلم، آره برادر گلم، مهم نیست تو گذشتت چه کردی. مهم اینه که از امروز بدونی که لیاقت داشتن یک زندگی خوب، یک زندگی پر از نعمت، یک زندگی پر از لذت، یک زندگی پر از رحمت رو داری. لازمه که بدونی تو هر چی که باشی، هر کاری که کرده باشی، فضل خدا، رحمت خدا، عطوفت خدا خیلی بزرگتر از کرده های توه و او تو رو خواهد بخشید و او تو رو بخشیده و او تو رو در آغوش خواهد گرفت، به شرطی که تو اجازه بدی، به شرطی که تو باور کنی، به شرطی که تو
تو مسیر اون قدم برداریم.